علیکم سلام. چه شما برادر عزیز؟ تشکر. زنده باشید. سلامت باشین. حاضر دیدم که خیلی عصبانی شدی از اون که اکل چی گپ گفتن چی، فقط ما برنامه دا دیرتر پیوست شدم. مسئله زندان کردن روزنامه‌نگاران را چی فکر دارین؟ زندان کردن روزنامه‌نگارا در تاجیکستان، روزنامه‌نگارا شمارشون خیلی زیاد است. خب خیلی خیلی زیاد. مقصد همه همونا را هیچ کس برده زندان نکرده است. من براتون مثال میارم. فرض کردیم دلیر امام علی، خب فرض کردیم عبدالله غربتی، فرض کردیم پیر محمد زاده، ذوق بیک. خب مثل اینها بسیارن. گناه همین 4 نفر اگر ما گناهشون بگیم چی بود؟ گناهشون اکن دادگاه و دادرسا وای میکنن. همین قشا ما میدونیم که در شبکه‌های اجتماعی اونا همچون بلاگر، ژورنالیست یا که بلاگر سابق ژورنالیست‌ها فعالیت میکردن و بعضا حتی همین سیاستی امروزه دولت هم زیری وای قرار میدادن. خب قرار میدادن. همه گفتم که همه ژورنالیست به حد ژورنالیست شمارشون بسیار، لیکن اون چیزی که در صلاحیت اونا میدروید و یا دخالت نمیکنن، کاردار نمیشن. لیکن همین 4 نفر در شبکه‌های اجتماعی به حد و گفتی خودشان گویا از کمبودی‌های دولت گپ میزدن، کمبودی‌های دولت نشون میدادن یا که مقامدارا را نسبتی همون کمبودی و همون و یا که همون مقامدارا بگیم همون نفرایی که اونا زیدی اونا گپ میزدن بگذار دولت خودش جزاشون تیاد. مقصد فهمیدم. مسئله گپ زدن، گپ نمی زدن، از سیاست گپ زدن، من نمیفهم. شما یگان بار همسرقانون کشور ورق زدین؟ نفهمیدم. بار همسرقانون کشور ورق زدین؟ میدونی که از چند باب و چند ماده عبارت است؟ 10 باب 100 ماده عبارت است. خب ما اگر برای 4 ماده را در اینجا ذکر میکنیم که همه این برای هر انسان، هر شهروند تاجیکستان آزادی سخن، آزادی بیان، فکرش بیان کردن یا در مقابل یک مقامات حرف زدن کنسوس اجازت داده است. شما از کدام قانون گپ میزنید برای این ملت؟ من نمیفهمم. مدام که شما میدونید خواندین یگان بار لااقل هم کنسوس را؟ نه البته در قانون ماده قانونی کشور آمدگی است، لیکن از اون کمبودی که نسبتی مقامدارا گفتن آزادی سخن میگن، بعضا اگه آزادی سخن هم تا این حد نه که رفته در شخصیت اون نفر رسید. مثلا اونا بیشتر در شخصیت همونا میرسیدن. بعد اون مقامدار کی در شخصیت فرض کردیم دلیر امام علی در شخصیت کی رسیده است؟ فرض کردیم دلیر امام علی با کارخانه ها میرفت و گفتی خودش هم یک ژورنالیستی سیار بود و بلاگر چی بود، میرفت کارخانه ها همچون وای چی میگن کامراهای میشد حالتی که در همون کارخانه یا که در همون نسبتی همون نفری که هست حالتایی که باید اون روی نوار نبیاید. اینا همچون به یگان چی میگن؟ پس در جرمش این گپا گفتگی نیست. در جرمی که دادگاهی را حکم کرده است اصلا این حرفا نیست که کامرای او فلان جای کارخانه را عکس گرفت که اون ممکن نبود. این گپا اصلا نیست. جرمش چیز دیگر است کلا. شما از کجا گرفتین این گپا؟ دادگاه روسیای دروغ میکنه پس؟ در همجا آمدگی که نالاق قرضدار بودگی. خب از نالاق بس رئیس شهر کلاب شرکت بک سبو را گفت که چند میلیون قرضدار است. او هم قرضدار است که از نالاق. اینجا بس درباره گفته استم که وقتی که شما دلیل امام علی اگر زیاد قرضدار باشه، من خودم با سیستم یوتیوب کار میکنم، من میدونم زیاد دلیل امام علی از 10,000 سامان زیاد قرضدار نیست. زیاد از 10,000 زیاد قرضدار نیست. ولی شهبازی که امام علی رحمانوف در جلسه بلندش کرد
از میلیون دلار گپ زد. چرا او زندان نشد؟ پس از نالا قرضدار بود است که غارت کرده است با دولت، مالکیت دولت غارت کرده است. چرا او زندان نشد؟ یک چیز دیگر است که دلیر امامعلی یا که عبدالله قربتی یا که ویش بیشتر از کمبودیا میگفتن. کمبودی گفتن جنایت نیست، ولی از خدا دولت دموکراسی وقتی شما میگین، وقتی که جمهوری تاجیکستان دولت دموکراسی وقتی ذکر میشود ماده اولی سرقانون است. دیگر تمام تو اگر از کمبودی میگی، از پیشروی میگی، از بدبختی میگی، از خوشبختی میگی، یک انسان حقوق آزاد دارد. من میبرم فقط از تعریف رحمانوف میکنم. رحمانوف شاه، رحمانوف پیشوا، رحمانوف گرینی، رحمانوف قنطبزن، رحمانوف ماشالله، رحمانوف این اون. یه نفر میبرو میگه امام رحمانوف 30 سال شد راهبر است، ملت خسته شد. امام رحمانوف حکومت اولادی کرد، فرزندش رئیس شخصیت دوم، دخترش شخصی سیوم، دامادش شخصی چهارم، خسر بچه شخصی پنجم، قداش شخصی ششم. این گپ میگه. یک کس دیگه میبره یک حرف دیگه. این آزاد است. ولی از خود شما آزادی بیان را در چی میبینین؟ شما حقوق آزادی را در چی میبینین؟ جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی را در چی میبینین؟ زیر عباره دموکرات شما ظلم و تجاوز و تحقیر را میبینید یا چی را میبینید؟ من نمیفهمم شما چه فکرتون خام است. میگه که این جهان رو نگر با چشم خیرت. خواهری عزیز، اپای بزرگم، بلیازی خدا شما هم نیز مادر هستین، یک کمی رحم بکنین. پیر محمد زاده از داخل زندان میگه مرا زدن، مرا لطوکوب کردن، مرا تحقیر کردن، مرا در قوی برق موندن. آیا برای شما یک زن رحم نمیبیو که در کدام دادگاه گفته ای گپا که شما چرا میزنین؟ آیا سود باید بزنه؟ آیا سود باید تحقیر بکنه؟ آیا سود باید تجاوز بکنه؟ در گیجا گفته شده است. در گجا اینجا بیا امامعلی رحمان در بین نداریم. مثلا امامعلی رحمان هم بینن اینمی حاجی حلیم همونا چقدر به مقامای بلند آوردمون خیانت کرد. یا که چندین نفرایی که گلبدین هم خماندان رحمانوف بود خیانت کرد. گلبدین کسی که کماندین رحمانوف بود. او را بگو آخی اعضای حزب خلق دموکرات بود. به سر دولت آورد و اونا دولت خیانت کردن. اعضای حزب نهضت اسلام بودن، اینش آور مان خیانت کردن، اعضای همین گروه بودن. پس دیگه چیکار کنه؟ با کی باور کنه؟ گلمراد حلیموف همین خیل. گلمراد حلیموف اعضای حزب خلق دموکرات بود. شام بگو اخی. یا رحمانوف انتخابی شام بگو به یا رحمانوف انتخاب اعضای حزب دموکراتی بود. راهبرش امام رحمانوف است. اینم خیانت کرد کو. این کی را گفته؟ گلمراد اعضای حزب خلق دموکراتی بود. اعضای حزب امام رحمانوف بود. گلمراد اعضای حزب خلق دموکراتی نبود. برو کتاب بخون، برو درس بخون. سابق اعضای حزب انمی نهضتی بود. ای خدا. الان آزیر با میگن تا نکن میگی که میکنم یا که فلان بیا که گپ زن برای چی با برا کتاب بخون. چیزی که هست همون رو بگین شما بلیاز خدا. چیزی که هست من همین را گفته استم. هر یک نفری را که سروری دولت باور میکنه سر قدرت میمونه، دولت حکومت خیانت میکنه. این با گفتی شما کی را در سر دولت مونه؟ بیگ صبور خیانت نکرده است. بیگ صبور خیانت نکرده است. بیگ صبور خیانت نکرده است. بیگ صبور یک صبور چیزی به دولت چیکار کرده؟ تجارت کرده است. تجارت با تجارت مشغول است. با تجارت مشغول است. چی کرده بیگ صبور؟ وای خیلی تجارتی فرزندش وای نداره یا پا وای قانون خونه پدر و مادری تو نیست بگو ای وای چیکار میکنی؟ اسناد قانون معین کرده است که ممکن نیست. بچه شما دیوانه به خدا قسم. شما به همین وای ملت تجاوز کردین. از رحمانوف سرکرده تا شما وای است. ای خواهری عزیز، سرقانون کشور یا که قانون درباره کارمندان خدمتچی دولتی میگه که شهروندی که در من حیث یک شخصی کارگری دولت کار میکنه حقی به تجارت مشغول شدن نداره. خیلی میره تجارت میکنه شما میگه که جنایت نیست. خلاف قانونگذاری کشور کار کرده است. خلاف قانونگذاری کشور. این دیگه بحث نداره. چه وای بدستین شما همین
قانون گرفتین دست سراتون زدین وای و بعد منم زدگیم همون قانون نباشم وای است چیکارش کنم؟ بک صبور تجارت فرزندش است. تو فرزندت نظارت نمیکنی اگر یگان تجارت داشته باشد یگان کار و فعالیت داشته باشد البته نظارت میکنی. وقتی که فرزندی بک صبور است برای همین تجارتی بک صبور میگه شما فلان این خیل اون خیل و تجارتی فرزندش است که به واسطه همچو پدر نظارت میکند. تجارتی بک صبور یک طرف خیانت های اون گنرال در کابینت دولتی بس در کابینت دولتی کابینت حکومت آیا میشوه که تجارتی او اویله را برند اوجا کپی بکنن بمونن سرعت شو تو برای خانه فروشی بکنی این چی منطق ای کار دیگه جای این مسئله را ما نموز با مسئله بس قانونگذاری کشور این قانون نوشته اویله من و تو نیست خواهری عزیز میفهمی؟ همه در نزد قانون برابر است میگه من سرقانون کشور را برات میبرم صبر کن برای شما من قانون کشور را ما همیگه پا مانده شدیم بیزنسی بک صبور و اینشو ویشو ما امروز موضوع بحثی ما همون بلوگرایی که وی شدن ببین ماده سی میگه کی دستا صبر نه بس میگه کی هر کس آزادی سخن نشر حقوق استفاده بری واسطه اخبار کفالت داده می شود. کی کفالت میتیه؟ دولت کفالت میتیه. خب قانونگذاری کشور میگه که هر کس آزادی سخن یعنی سخن آزاد باید باشه. نشر یعنی یک کس برای گذاشتن یک لایک میبرن زندان میکنن در حالی که قانونگذاری کشور میگه که آزادی سخن نشر حقوق استفاده بری واسطه اخبار کفالت داده می شود. تبلیغات و تشویقاتی که لایک میمونن محکم میکنن این گپای همه سفسطه اون چه که شما میگین وقتی که سرور دولت از در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای داخلی یا که پروکراتور گنرالی آمار میتیه که چندین نفرها برای گذاشتن لایک چندین نفرها برای نمیدونم فلان ذکر میکنن دروغ میگن همونو اما وزیر و رئیس دروغ میگن و انمو ترغیباتایی که از طرف حزبای ممنوع امروز در تاجیکستان جاری میکنن نسبت انمو دلای جنایتی خب شما هم میبرین چرا برای شما اجازت بده از در حزبای ممنوع گپ زدن ما یگان چیرا و یا غیر دولتی را پهن نمیکنیم ما این طرفداری مدامی که همه در نزد قانون و سود برابر بده است یک از برای گذاشتن لایک زندان میشده است اما خود در این برنامه داخل میشی نوش تو از رحمانوف دفاع میکنی برای تو اجازت بده است منطق همین گپ دیگه جای چرا برای شما اجازت بده است تصویری صحبت کنید کسی که چی خیلی میخواشه میبروی برآمد میکنه من امروز طرفدار دولتم امروز سیاست دولت جانبداری میکنم سرور دولت همچون پیشوای ملت اعتراف میکنم و میتونم که من نمیترسم آخی زیدی دولت گپ نمیزنم سیاست دولت اعتراف میکنم چی به زیدی دولت گپ زدن جنایت هست؟ نه آخی جدید برای زیدی دولت گپ زدن کی را برده محکم کردن توی هست که باید فکت اساس و دلیل در کار برای چی شما قپیدن لایک آزادی سخن نیست در هر یک البته شما هیچ کس دوغی خودش ترش نمیگه شما این روز در یک و یک قپیدن چرا؟ یک گپ قپیدن که لایقتی میمونن آزادی سخن نیست وقتی که همین پرزیدنت اینامی تمامی زیدی همین بایو گپ زد نزدی ولادیمیر پوتین در همین هم برای شما این برای شما یک چی میگن تکان شده شما را بلرزه دروار شما همه چیزم اگر شما دوستدار خلق باشین فقط رحمانوف نمیگین اینجا خلق میگین نسبتی همین هم چقدر گپا برآوردین آوازه ها برآوردین وقتی که قسمت زیادی آسیای مرکزی طرفدار سخنهای جناب عالی بودن همیدم چی از طرف خلق برآمد کرد چی منفعت شخصی داشت رحمانوف
حالا میبینی خم رفتن صیاد بحر قتل مرغان است. راهبر کشور ببین، راهبر یک کشور میروه در نزد راهبر یک کشور دیگه عرض دل میکنه شما ما را دستگیری کنه، چرا شما ما را نگاه نمیکنه. این دیپلمات نیست، این منطق نیست. شما گلوبال موضوع را بها بتین. این آبرو یک ملت در زمین زدن است که یک ملت دیگه دیپلمات نداره که یک بیسواد در یک جلسه میروه عرض دل میکنه که فدراسیون уважаемый Владимир Путин то что проблема происходит زمان СССР بود نکیم شما ما را نگاه نمیکنین، دستگیری نمیکنین، پول نمیتین، مبلغ نمیتین. ای بای چیز ای بای این دیپلمات نیست، این سیاست نیست. ما را فهمیده نشید میگه که منفعت‌های ملی را حمایت نمیکنه. منفعت ملی را میره در پیش پوتین حمایت میکنی یا که منفعت ملی را این دو جوانی که در بلگراد کشتن، دو جوانی که در بلگراد کشتن ان اینجا منافع ملی است که حکومت رحمانوف چیکار بکنه؟ تیم آماده کنه این قضیه را بیاموزه تا آخر و کسی که در این قضیه جنایت کرده است به جوابگری بین المللی کشیده بشوه. چی خیلی یک تاجیک از یک رستوران میدزدی شهروند تاجیکستان میرود در یک باشگاه بلگراد پیدا میشوه. سوالی است که باید امنیت رحمانوف، وزارت خارجه رحمانوف، دیپلمات‌های رحمانوف باید برای ملت جواب بدن که از چی گونه ای تاجیک رفت اونجا کشته شد. میفهمی؟ وای چگونه در اونجا گرخت رفت، روزگی خودش قطعی رفت، چی خیلی که رفت. البته ایران تحقیقات معین میکنه، لیکن امروز میگی که رحمانوف در پیش پوتین خشونت کرد یا که زوره کرد. رحمانوف ای نامی دولت گفت زد، نامی ملت گفت زد، منفعت های ملی را گفت. چی خیلی وای پیشی وای میگه که ما را سومتین، ما را وایتین. زده شما در همین منفعت های دولت و ملت یکان فرق نداشته است. شما یا ما زبان روسیه نمیفهم یا خودت نمیفهمی که وقتی که گپ زد بحث سر گاز رفت. ببین وقتی مسئله گاز را صحبت کرد که در مسئله گاز و نفت سرمایه گذاری میکنه، رئیس جمهوری روسیه برای ازبکستان چند میلیون دلار در مسئله گاز و نفت سرمایه گذاری کرده است. فهمیدی؟ همون شما پسیخولوژی چیزی که نظر کنن که وقتی رحمانوف گپ میزنه حالت گاز و نفت میشوه، کامرا مستقیما میرزیویف نشان داده است که یعنی گیله رحمانوف از این است که چرا شما برای ازبکستان پول میتین، چند میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است، در این شب روز مرا نگاه نمیکنین. شما گلوبال قضیه را ببینین که او کسی که در اونجا این مسئله ها را کنترل میکنه، این جلسه ها را میسازه، اونو گاو نیستن مثل شما که همی چرت و پر جواب بدن. اینجا بحث سری دیگر از گیله رحمانوف سری چیزی دیگر است. رحمانوف تا انتخاب فرزندش در سری قدرت میروه اجازه رحمانوف هم میگیره. کدام منافع ملی؟ کدام منافع ملی شما میگین؟ بحث میدونی سری چی میره؟ سری چی میره؟ بحث سری اون رحمانوف گفت که ما از شما ما در یگان چیز در کار نیست، ما را فقط حرمت کنید، ما را احترام کنید، ما مملکتی قشاق نیستیم، ما همه چی را داریم. اکنون در نظر شما میتونه که همون کامرا طرفی میرزیویف رفته است، همین شما همین سمت مینوسد که در گیجا شما یک باید یک مینوسد باید شما یک سمت داره، فقط یک چیز سمت شما همین цели شما طرفی رحمانوف. فقط یک چیز، اگر رحمانوف گپ هم زنه گناهگار، گپ هم نزنه گناهگار. چی خیلی چند سال برنامه را بردستی بهروز بردستی و یگون نتیجه نویل نشدی. خود در نظرتون میتوه او برای نویل شدن این برنامه عقلی سالم در کار است که بشینه گوش کنه. نفهمی؟ نمیدونم این چیزی که تو مجبور هستی برادر عزیز، مجبوری که مبلغ گذاری میشی. اسناد پیاده کن، بیا دلایل پیاده کن، بیا دلیل پیاده کن که من مجبور هستم. بیا من هم هرچی طرفداری دولتی امروزه، طرفداری همین سیاستی پیش گرفته دولت، چی خیلی که تو جان میکنی که خطا پرف کنی، من هم مثل خودت طرفداری حکومتی امروزه ام. حقت است، هر یک حقت است. بس یه دقیقه تمام خلاص صبر کن. با میگم که حق حلالی شما است که از رحمانوف دفاع بکنی. خب دفاع بکن. هیچ من در اینجا ضدیت به شما ندارم، ولی من ضدیت به این فکرانی شما دارم که
وقتی که در اینجا بحث سر کنستیتوسیون کشور می رود مدام میگیم همه در نزد قانون و سود برابر است، یعنی قانون کشور برای همه یک است. همین خیلی است؟ وقتی که گناه کردی جوابش البته نزد قانون ده میگه. آفرین آفرین. وقتی شهباز گناه کرد رحمانوف گفت که تو 15-20 سال باید زندان شوی، ولی همین قید جوانی که من تو را میبخشم. پس چرا در نزد قانون همه برابر نبودشت؟ یک سوالت میتونم. نه انا سوال مرا جواب ده. مدام که همه در نزد قانون و سود برابر بوده است، امام علی رحمانوف او را حکمش برو آورد که از 15 تا 20 سال تو باید زندان شوی، ولی همین قید که جوان هستی من تو را میبخشم. وگرنه پس گیجا شد برابری در نزد قانون. مالش هازی من سوال جواب نشده. حاضر جواب ده. حاضر داری زیدی دولت پرزیدنت همو گابزن چی کارت میکنن؟ من شهروند این دولت نیستم. ولی بیست این آزادی سخن، این آزادی سخن کنی کم تر گاب زیدی همو دولت پرزیدنت همونجا گابزن میبرن انا بخیل محکمت میکنن. برای چی زیدی دولت میکنن؟ شما پروست زندگی را ندیده نه. حالی ما یک روز من در اعتراضهای اینا اشتراک میکنم و من عکسای را از اینجا میگیرم برای شما میمانم که ببینین که عکس رئیس جمهور شونه هر چیزی که میخوان خوشش میکشن، گوشش میمونن، اعتراض میکنه. این چیز برای کشورهای دموکراتیک نرمال است. رئیس جمهور برای همه پسند نیست. پروست شما فلسفه زندگی غرب نمیدونین. پروست شما نمیدونین که یک انسان چقدر حقوق و حق دارد. آزادی سخن یعنی چی نمیدونین. پروست شما از تاجیکستان بیرون نرفتین، زامبی شدگین. زامبی میفهمین؟ از تاجیکستان بیرون رفتین. بیروز ما یک گپت میگم ده تو همو گپای هم چیزی گفته است که شخصا خود نسبت همو دولت، همو ملت، همو شخصیت های برجستش پرزیدنت همو انمی کارا را بکه زیدیت نشان ده کمبودیا شنا بگو گپ زد افیر ده پتو ما 100% دو دست ما میبردارم. ما طرفداری همو چی خودت میشم. قول میتی؟ ها نامو فهمیدم تا بگو چی است؟ ما میگم که تو در حقیقت همون دموکراتیایی که گفته استی همون کار اجرا کرده میتونی در مملکتی بگونه زیدی همون دولت ملت برآمد کرده میتونی. باشه ما ایرا میکنم. داخلی سوال میریم. مسئله شهباز بیا داخلی سوال میریم. جواب تک اگه شهباز بیامون همین مسئله شهباز بیامون نه بیا جواب ته. مدام که همه در نزد قانون برابر است، همه در نزد قانون برابر است، بیاین جواب تین. تا از قانون گپ میزنی، تو از حکومت رحمانوف دفاع میکنی کو. جواب تین. مثلا شهباز علاقه کنه شد ما در اینترس نیست. ما در اینترس نیست، برای اینترس نیست. هوی خریجه. برو بخای. شما هم خاینه نمیخوام میبینیم ماشاءالله شهباز اینتلش ننشت. همین ملت به این اینترس نبودن شما نابود کردین. میفهمید؟ دلیری بیچاره که هیچ گناهی نداره 10,000-12,000 سامان اگر از بدهکار بوده است 10 سال زندان شده است. شما خودتون قانونتون رو تجاوز کردگین، خودتون از زنش سر کرده بناموس بلیاز خدا تا مرد و کودکشه. آی خدا. خب زنگ دیگر. الو. اگر 1000 پروفسور باشین 1000 وقتی حق است این میخوای باطل میخوای گم میشین هوی میخوای. میفهمی؟ برای چی؟ این وعده پروردگار است. این وعده خداوند است. این مردم شما شک دارین در بدن خداوند. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. بهروز درست می نازن کارا زله. تشکر بفرمایید. ابی вместо 1000 слов همین زنگ ما ответ میتیم که همین министр иностранных дел Узбекистан گفته است که بعد همون Астана баромад президент Галзагиш такого лидера обращения, лидера такого государства неформального я впервые слышал и видел в ТАСС. Колхозчик говорит, Мирзиёев сони ответ дал, я тоже от этого в шоке в ТАСС. Ако колхозчик говорит, дебил бой Галзадаги в тегиде. Бали. Лидер страны як дебил бой Галзадаги в тегиде. Неформальное обращение с гуфтагиде мехе. Вайбям чопшидagi интернет бе. Бale.
مایلی برا سلامت باشین. تشکر. خب ایو نمیبینم پروسه ای چیزو را. ایو فقط همین یک همین لغلق و چرت و پرت و بیمانه ده، همین حرفایی که چیزهایی که اصلا هیچ منطق نداره ده. خیال که رحمانov خیلی گپ کرد، ولی بستین شما